بیا یه چیزی بهت بگم. من هیچ وقت 5 صبح بیدار نشدم ولی بازم موفق شدم. ببین یه مدتی همه جا حرف شده بود از باشگاه 5 صبحیا. همه میگفتن اگه تا قبل از طلوع آفتاب بیدار نشی دیگه فاتحت خونده است. منم گفتم خب لابد منم باید جزو این افراد خاص باشم دیگه. از اون به بعد از 3 نصف شب آلارم گذاشتم تا بلکه 5 صبح دیگه از خواب بیدار شم. 5 صبح؟ داداش من 5 صبح فقط با یه چیزی ارتباط دارم، اونم بالشمه. به هر حال یه بار که به زور از خواب بیدار شدم و پنجره رو باز کردم هوا بخورم تا خواب از سرم بپره، همینطوری که ماشینا رو نگاه می‌کردم میگفتم اینا دارن میرن موفق شن، منم باید برم دنبالشون. 5 دقیقه بعدش چی شد؟ روی کتاب خوابم برده بود. اون موقع حس می‌کردم موفقیت یه فرمول داره، مثلا باید صبح بدوی، مدیتیشن کنی، آووکادو بخوری و خورشید رو ببوسی. ولی خب یه مدت بعد فهمیدم من از اونام که مغزشون ساعت 2 شب روشن میشه، نه 5 صبح. خلاصه اون وقتا بود که فهمیدم موفقیت ساعت نداره، مدل داره. مدل من شب کاره است، مدل یکی دیگه صبح کاره. مهمینه بفهمی مغز و دلت کی هماهنگن. یه زمانی فکر می‌کردم واسه شروع باید همه چی داشته باشم، نور حرفه‌ای، دوربین پرفکت. ولی واقعیت چیه؟ باید بیخیال کمالگرایی بشی و از لیوان به جای پایه گوشی داغونت و از چراغ قوه قدیمیت واسه نور برای تولید محتوا سازیت استفاده کنی. من یه بار حتی توی ویدیوهام صدای خروپف بابامم میومد، ولی بازم ادامه دادم چون حس می‌کردم که دارم مسیر خودم رو میسازم با همون امکانات ابتدایی. راستش اول راه آدم راحت جا میزنه چون سخته، چون هنوز نتیجه‌ای ندیدی، چون هنوز اون قله رو نمیبینی. ولی وقتی یکم میری جلو، میرسی به اون تپه کوچیکه، تازه میفهمی که یه عالم قله جلوته. اونجا دیگه نمیتونی ولش کنی چون میگی تا اینجا اومدم، حیفه برگردم پایین. منم زمین خوردم، زیاد زمین خوردم، یه جورایی که ملت فکر میکنن عاشق شکستم. ولی هر بار دستمو گذاشتم رو زانوم و گفتم اوکی درسته من شکست خوردم ولی هنوز تموم نشده. من شکست رو اینجوری تعریف میکنم، شکست یعنی این که دیگه ادامه ندی. تا وقتی میری جلو یعنی هنوز زنده ای، هنوز این بازی واسه توه. یه چیزی هم بگم، هیچی از اول راه شبیه نسخه موفقش نیست، ولی مسیر آدمو میسازه. هر قدم که میری یه تیکه از سقف ذهنت میشکنه و یه افق جدید باز میشه. در آخرش هم اینو بگم، انرژی تو خرج آدمای منفی نکن، خرج اونایی نکن که فقط قر میزنن و زیرا به تو میزنن. من همیشه با خودم میگم انرژی من محدوده، اون باتری منو باید نگهش دارم. چرا باید جواب فلان آدمو بدم وقتی حتی خودش نمیدونه چی میخواد؟ اون انرژی باید خرج رشد خودم بشه، نه اینکه خودمو به بقیه باش اثبات کنم. پس خلاصه حرفم چیه؟ لازم نیست 5 صبحی باشی، لازم نیست نور حرفه‌ای داشته باشی، لازم نیست فرشته نظم و برنامه ریزی باشی. چیزی که لازم و نیاز داری اینه که فقط خودت باشی و ادامه بدی، چون آخرش اونی که برنده است اونیه که جا نزده، نه اونیه که صبح بیدار شده و خودت میدونی. چون آخرش برنده اون کسیه که جا نزد، نه اونی که زود بیدار شد. اگه تو هم مثل من از اونایی هستی که ساعت موفقیتش با بقیه فرق داره، سابسکرایبم کن تا بریم مسیر خودمونو بسازیم. ممنون، تو ویدیو بعدی میبینمتون.